سفر بررسی через دبی از طریق دبی سم اکtuální téma چون روزهای آخر سوالها از دوستان و بعضی شناسان خیلی سوالها بسیار شده استاده است و خیلی که فهمیدیم دبی یکی از آسان‌ترین راه‌ها و ارزان‌ترین راه‌هایی که حاضر انسان‌ها از تاجیکستان به روسیه رفته ایستادن. برای همین هم خواستم اکستراچنی ویدیو برای شما کرده باشم چون سوال‌ها بسیار شده ایستاده است و با کسی باشد هم این ویدیوی ما امروز ویدیو ما شاید مفید بیاید. خوش آمدید دوستان به کانال من با شما هستم حسنی‌الدین از دبی و بیایید در موضوع این چند نوانس‌ها و چه خیلی سفر کردن و چه چیزها ممکن است و چی ممنوع است با سفر کردن از طریق دبی به روسیه امروز صحبت داشته باشیم. یکمی که میگن که به روسیه سفر کردن قبلا که به حتی با طریق‌های ترکیه بعضی ها میرفت و طریق دبی سفر کردن کمی ارزان‌تر است و آسان است به روسیه. برای گراجدان‌های تاجیکستان از через دبی به روسیه پرواز کردن چی لازم؟ آیا ویزا لازم است یا نیست؟ اگر شما مقصد داشته باشید که ترانزیت میپرید، یعنی از ایرپورت نبرآمده ساستیکوف که سامولوت ها وقت بسیار نداشته باشد، از ایرپورت های دبی تا یک سوتکه، یعنی از یک سوتکه زیاد که نباشد، 10 ساعت باشد ساستیکوف که 15 ساعت باشد، 18 ساعت باشد، 20 ساعت باشد، یعنی تا یک سوتکه. چون وقتی که استیکوفکای سامولوتی که از تاجیکستان اومده به دبی میشیند و از دبی دلش با روسیه میرد، استیکوفکا از یک ساعت زیاد باشد، مثلا حاضر زنگ زده پرسیدن که ما استیکوفکای 2 سوتکه داریم، میمونن یا نمیمونن. اصلا شما را باید از ایرپورت دوشنبه با پرواز کردن اجازه ندهند، چون با ایرپورت های مثال میجدونرادنی ایرپورت دبی تریبونی خودش به دستاویز میکند که مثلا انسان هایی که وقتی که میان به دبی، وقتی که دبی اومده ایستاده باشن باید ویزا داشته باشن، اگر ترانزیت داشته باشن بلیط های ترانزیتاشون وقتی استیکوفکا های سامولوت نباید از یک سوتکه زیاد باشد. عموما وقتی که شما بلیط میگیرید از تاجیکستان به دبی و از دبی طریق ترانزیت به روسیه، ببینید که وقت استیکوفکی سامولوت یکمین که از یک سوتکه پریویشت نکند. دویم چیز، شما در وقت بلیط خریدن مقصد ترانزیت رفتنی باشید تیز، استیکوفکی سامولوت اگر از طریق خودتان آنلاینی درآمد گیرید، شما حرکت کنید که وقتی استیکوفکا هم باز خیلی کم نباشد. مثلا وقتی استیکوفکا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت کم نباشد که چون خیلی که میدونین پروازهای میجدونراد بسیار زدیرسکه شدنش ممکن بسیار زدیرسکه هم میشد در وقت پرواز سامولوت و باز هم برای شما آمدن در این دبی گذشتن از چی زونه به زونه دیگر یا که حتی ترمینال شاید عوض کنید، شما در بعضی حالت ها اسپیت کرده نمیتونید. برای همین هم مصلحت من میداده که وقتی شما بلیط میگیرید با ترانزیت اقلا از 4-5 ساعت کمتر نباشد وقتی استیکوفکای سامولوت ها، چون در وقت های امروزه باز هم موضوع کرونا هست با گذشتنی بعضی مثال تست پرافکا این چیزها شاید در یگان ایرپورت به شما زدیرسکه شود و این هم سبب شود که شما از ریسی بعدی که مثلا دلش از دبی پرواز میکنید به روسیه از این دیر کنید. برای همین هم این دومین چیز بود. سومین چیز، سوال میتونن چند روز باز بعضی زنگ میزنن میپرسن که با گراجدانی تاجیکستان یا گراجدانی روسیه به وقتی اومدن دبی اگر خواست که مثلا به دبی بروید بعد با دلش پرواز کنن مثلا 1 روز ایستاد 2 روز ایستاد صد میتونن یا نه. با موضوع خاص ویزا ها من چی دارم در کانال من ویدیو خاص دارم، میتونید گذارید در اونجا تماشا کنید. لیکن باز هم گفتنی هستم که کسایی که گراجدانستوی روسیه دارن میتونن به ملال بیان، چنده که نباشد استیکوفکی سامولوتی ترانزیت اونها 1 روز باشد 2 روز باشد 3 روز باشد فرق ندارد، میتونن بران به دبی
در یگان هتل ها زندگی کنن استان دبی بینن باز دلش با روسیه پرواز کرده روند. لیکن در وقتی حاضره در وقتی کرونا ویروس شما که سپراوکتون از 72 ساعت گذشت برای نشستن به سمالیات دلش روسیه گذاشتن برای شما قبول کردن باز هم از شما طلب کرده میشه که در اینجا باز هم سپراوکی کرونا ویروس اتریستاتل کووید 19 باز هم گذارید. باز اکنون باشد به گراجدانای تاجیکستان کسایی که میبینم دو گراجدان تاجیکستان دیروز یکتشون سوال داده پرسیدن که کسی گفته است که با اومدن به دبی در همون پاسپورت کنترل با آنها ویزا ترانزیتی میدادن و برامون میتونن. دوستان با هر یک کسی که اینطور میگه باور نکنید چون سون میبید شما چی میگه آواره میشید عذاب میکشید میمونید چون با گراجدان های تاجیکستان باید ویزه پیشکی کشیده شود. فرق نداره ویزه سیاحی ویزه ترانزیتی این همش وقت میگیرد. شاید در یک سوتکه برای بعضی ویزا شاید در 2-3 سوتکه وقت بگیرد 3-4 روز وقت بگیرد. این زویسید از امیگراسیون و هم شعبه‌های مخصوص امنیتی چون اونها وابسته هستند به دادن ویزا. برای همینم گراجدانای تاجیکستان کسی که به دبی اومده ترانزیت رفتنی هستند استیکوفکاتون از یک سوتکه زیاد است شما باید از چخری که گفتم از ایرپورت خارج شوید. وقتی برای از ایرپورت خارج شدن با شما چی لازم؟ ویزا لازم. برای همینم ویزاهای خود اگر مقصد به دبی برآمدن باشد باید پیشکی فکر کنید پیشکی به ویزا پدوات کنید پیشکی ویزا خود را گیرید. باز موضوع دیگر مسئله چی بود؟ مسئله نرخ‌های بلیط ها فکر می‌کنم از تاجیکستان به اینجا امروز ها نرخ‌های بلیط تقریبا 200 یورو هست پلیس مینوس 186 یورو هم بود و بلیط های از دبی به روسیه اکنون این زویسید از اویلینی که شما پرواز میکنید یا از شهری که چون به شهرهای زیاد میپرد از دبی شما برای همین دوستان بسیار میگیرن از بلیط فروشا نمیدونن پرویدهای نمیدونن چی کار کنن چی ممکن است چی ممکن نیست این مسئله استیکوفکا اون چیزهایی که گفتم. برای همین دوستان عزیز زمانه پیش رفته است ترقی کرده است در عصر 21 زنده میکنیم. شما میتونید خودتون آنلاین درآیید آنلاین بلیط گیرید شما هم دنیای ودید میکنید شما خودتون میخرید شما خریده میتونید. فقط خیلی که گفتم ببینید که استیکوفکی سمالیات ها اقلا از 4-5 ساعت کمتر نباشد چون با بعد از اومدن ایرپورت شما دیر نکنید از سمالیات بعدی. مسئله ترمینال برای اومدن مثلا ترمینال شما اگر پرواز شما مثلا از دوشنبه هم سومون ایر هم فلای دبی میبود به ترمینال ترمینال 2. اگر شما وقتی که بلیط میخرید از دبی به روسیه و شما مقصد خارج شدن از ایرپورت رو ندارید یعنی شما گراجدانسی تاجیکستان دارید شما میتوانید از کدام ترمینال ها بلیط یعنی بلیطی بعدی شما از دبی به روسیه از کدام ترمینال ها باید باشد؟ ترمینال 2 ترمینال 1 ترمینال 3 1 2 3 هر سه بناگاه مثلا از ایرپورت شارجه یا از ایرپورت دبی المکتوم اینترنشنال ایرپورت از دیگه ایرپورت ها نباشد چون به شما اجازه ندهند برای همین شما اگر بلیط بعدیتون از ترمینال های شما میبید به ترمینال 2 بلیط بعدیتون به ترمینال های 1-3 باشد اونها میگذارونن به اتوبوس میبرن به اونجا شما درش پریده رفته میتونید. لیکن اگر باز هم شما گرفتید از ترمینالی مثلا بلیط شما المکتوم اینترنشنال باشد یا از شارجه باشد در این وقت شما اگر گراجدانی روسیه باشید فرق نداره شما میتونید برایید به دیگه ایرپورت روید پرواز کنید لیکن باز هم به احتیاط گرفتن کار وقت استیکوفکی سمالیات ها چون شما اشپیت کنید به دیگه ایرپورت رفت پرواز کردن. اگر شما گراجدانی تاجیکستان باشید شما هم در این وقت
اینچنین میتونید از دیگه ایرپورت بلیت به روسیه بگیرید، لیکن شما باید پیشگی ویزا کشید، چون بعد وقت آمدن شما از ترمینال دوم باید خارج برید و با المکتوم اینترنشنال ایرپورت یا از ایرپورت شارجه پرواز کنید به تمام بسیار شهرهای روسیه. این بود امروزه سراچنی و کاراتکی ویدیو. حتی ویدیو را در از وقتی از کار اومدن، از آفیس اومدن در تلفن نوشته ایستادم، چون وقت نیست با کامera کردن و اون ادیتینگ کردن در کامپیوتر. این چیز فکر میکنم مهم اون است که کمی اینفرماسیون در این باره به مردمی که لازم است به اون برسد. کسایی که به کانال من یکم بار در اومدن گفتنی هستم که در کانال من بسیار ویدیوها از دبی میبره. دوستان عزیز، موضوع کار در دبی، زندگی در دبی، سیاحت در دبی و اینچنین موضوع ماشین ها از دبی. برای همین میتونید شما بگذارید به کانال من و دیگه ویدیوها رو تماشا کنید، شاید به شما جالب بیاید. در اینجا امروز ویدیو به آخر برسانم و برای شما تنسیحاتی خانه آبادیم و سفری راهی سفید در پرواز تمنا دارم. مع السلامه.